پنجم، زکات قرضها و وامها. از آنجایی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از دین به خدا پناه برده‌اند و همانطوری که الله تعالی بزرگترین آیه را در قرآن در مورد دین نازل کرده، همه بر اهمیت این موضوع دلالت دارد. در مورد وامی که برای دیگری بر ذمه زکات دهنده است، اصل آن است که اگر دین کسی به مقدار نصاب و یا ناقص کننده نصاب باشد، بر وی زکات نیست، و اگر دین ناقصگر نباشد، از سرمایه به مقدار دین کم شده از متباقی آن زکات می دهد. مثال، اگر شخصی $10,000 داشت و مقدار مدیونی وی نیز $10,000 بود، بر وی زکات واجب نیست، زیرا که دین او نصاب را شامل می شود. و همینطور است اگر دین او $9,950 بود، نصاب را ناقص می کند، بر وی زکات واجب نمی شود. ولی اگر مقدار دینش $4,000 بود که از سرمایه منفی شود، $6,000 باقی می ماند که بر این $6,000 متباقی زکات واجب است، مگر اینکه دینی باشد که مورد استفاده قرضدار در بازرگانی نباشد، مانند این که بازرگان خانه ای را به قسط چند ساله خریده باشد و یا برای ملکیت وسایلی که در پروژه بزرگی با هزینه میلیون‌ها دلار تخمین زده می شود از دین استفاده کرده است. پس یکی از بازرگانان توسعه کار او را ارزیابی می کند. با استفاده از وام چند میلیونی می خواهد خط تولیدی جدیدی را با خط تولیدی کنونی خود راه اندازی کند. آیا این وام‌های سرمایه‌گذاری می تواند در مقابل از داشته‌هایش که موجب زکات هستند کم شود؟ چنین نظری با این مفهوم باعث ضیاع اموال هنگفتی حاصل از زکات برای فقرا می شود و بالاخره منجر به این نظر خواهد شد که بر بسیاری از ثروتمندان عصر زکات نمی باشد. دومین همایش قضایای زکات معاصر که در کویت برگزار شد به این نتیجه رسید: اولا، همه وام‌هایی که فعالیت بازرگانی را تمویل می کند از داشته‌های قابل زکات کم می شود. اگر مدیون کالاهای اصول ثابت که اضافه از نیازهای اساسی است نداشته باشد. دوم، وام‌های سرمایه‌گذاری که پروژه‌های صنعتی و تولیدی را تمویل می‌کند از داشته‌های قابل زکات کم می‌شود. اگر مدیون کالاهای ملکی اصول ثابت که اضافه از نیازهای اساسی است ندارد که در مقابل همان وام‌ها بگذارد، و در حالتی که این وام‌های سرمایه‌گذاری معجل باشد از داشته‌های قابل زکات کم می‌گردد. قسط سالانه‌ای که در حال حاضر دریافتش مطلوب است اگر موجود بود در مقابل دین گذاشته می‌شود اگر دین را کفایت می‌کرد، و در چنین وضعی وام‌ها از داشته‌های قابل زکات کاسته نمی‌شود. پس اگر این قرض‌های قابل دریافت وام‌ها را کفایت نمی‌کرد، متباقی آن از داشته‌های قابل زکات کم می‌شود. سوم، وام‌های معجل مسکن که به اقساط دراز مدت پرداخت می شود. مدیون باید زکات بدهد از آنچه باقی مانده در دستش، پس از این که قسط سالانه را کم نماید از همان متباقی اگر به نصاب برسد زکات بدهد. اما در مورد زکات دینی که زکات دهنده بر دیگری دارد، اگر دریافتش ناممکن باشد، مثل این که مدیونش مفلس بوده و یا ثروتمندی است که پرداخت نمی کند و یا کسی است که منکر دین می باشد، پس بر صاحب دین همه ساله زکات نیست، بلکه اگر چنین وامی را دریافت کرد زکات یک ساله آن را می پردازد. اما اگر دریافت وام ناممکن نباشد، مانند وامی که بر پولداری که پرداختش معطل نمی شود، لذا واجب بر صاحب دین است که هر ساله زکاتش را بدهد، زیرا که حکم موجود در نزدش را دارد. و وام اشکال متنوعی دارد، از آن جمله آنچه که به نام اوراق بهادار معروف است. گواهینامه است که به موجب آن صادر کننده التزام خود را برای پرداخت بهای یاد شده در هنگام استحقاق با سود اتفاق شده در این سند به حامل آن می پردازد، و این ربای واضح و حرام است، زیرا که قرض در مقابل سود بوده است. بر کسی که به آن تعامل دارد باید به سوی الله تعالی از این کارش توبه کند. اوراق بهادار دین معجلی است به دست دارنده
علیه طرف نشر کننده و در نتیجه پس زکات اوراق بهادار حکم زکات دین را دارد. در آنها زکات واجب است اگر به تنهایی به نصاب برسند و یا با انضمام آنها با پولها و کالاهای بازرگانی که در ملکیت صاحبش می باشد و با گذشت 1 سال بر آنها باید ربع عشر یعنی 2.5% زکاتش را جدا سازد. و اگر جدا کردن اوراق بهادار امکان پذیر نبود مگر پس از یک مدت زمانی زکات از آن ساقط نمی شود، ولی هنگام جدا کردن زکات سالهای گذشته را نیز می دهد. اما در مورد مستغلات یعنی هر آنچه که برای کرایه دادن مهیا شده نه برای بازرگانی در خود آنها، مانند خانه ها و ساختمان ها و خودروها و کارخانجات تولیدی و مانند آنها، اهل علم اتفاق نظر دارند بر این که بر خود آنها زکات نبوده بلکه در حاصل از آنها زکات می باشد و اکثریت اهل علم بر این نظرند که با سایر دارایی ها چون پول و کالاهای بازرگانی مالکش در نصاب و گذشت سال مرتبط می شود و از آنها ربع عشر مانند نقود زکات جدا کرده می شود. موضوع دیگری که می توان در رابطه با زکات از آن صحبت کرد مکافات پایان کار و یا حقوق بازنشستگی است که در آنها زکاتی واجب نیست، زیرا مالکیتی که برای وجوب زکات شرط است تحقق نیافته است، چون که قادر به صرف آن و یا تصرف به حقی از حقوق ملکیت را در تمام مدت کارش بر آن نداشته است. اما اگر کارمند و یا کارگر به یک بارگی و یا به مدت زمان دوره‌ای آن را دریافت نماید، در این حالت ملکیتشان کامل بوده، زکات مال مورد استفاده اش را که در تصرفش باشد جدا می کند. و در نخستین همایش زکات آمده است چنین اموالی مورد استفاده با در نظر داشته نصاب و حول یعنی گذشت سال زکاتش جدا کرده می شود. و در آنجا یک نوع مال دیگری نیز وجود دارد که سوال برانگیز می باشد و آن مالی است که کرایه نشین به کرایه دهنده برای توثیق می پردازد. زکاتش بر کرایه نشین نیست، زیرا که در تصرف او نمی باشد، پس ملکیت کامل که شرط وجوب زکات می باشد تحقق نیافته است. اما حقوق معنوی مانند حق مؤلف در تالیفات علمی و ادبی و یا حق براءت اختراع در اختراعات صنعتی و یا علائم بازرگانی معمول می باشد. در خود حقوق تالیف و ابتکار زکات واجب نیست به دلیل عدم تحقق شرایط زکات در آنها، ولکن اگر از آنها بهره برداری شود بر عایداتش زکات است. اما در مورد مزد کار، حقوق ماهانه و عایدات پیشه های آزاد جمهور اهل علم بر آنند که در هنگام دریافت کردنش بر آنها زکات نیست، بلکه به سایر اموال و دارایی قابل زکات صاحبانش در نصاب و گذشت سال ملحق می گردد. هرگاه از هنگام کامل شدن نصاب بر آنها سال سپری شد زکاتش را جدا می کند و اگر از برخی از آن در اثنای سال استفاده شده در آخر سال زکاتش را جدا می کند، هرچند که در مورد برخی از آن سال کامل نگذشته است، زیرا گذشت سال بر نصاب در ملکیت زکات دهنده در مجموع می باشد و مقداری که جدا کردنش واجب است ربع عشر یعنی 2.5% می باشد. اما در مورد زکات مال حرام اگر حرمت لذاتی باشد مانند شراب و خوک که اصلاً محل زکات نیستند، زیرا که مال با ارزش از نظر شریعت نمی باشند، باید به گونه‌ای که شریعت مقرر داشته از چنین اموالی خود را برهاند. ولی اگر حرمت مال لغیرهی باشد چون مالی که در کسبش اختلال موازین شرعی باشد مانند مال غصب شده بر آن زکات واجب نیست، زیرا کسی که در دستش هست مالکیت کاملی که شرط وجوب زکات است در آن تحقق نیافته است. هرگاه به صاحبان اصلیش برگشت بنابر رأی راجح زکات 1 ساله اش را می دهد، هرچند که سالهای زیادی بر آن سپری شده باشد. بر کسی که حائز مال حرام شده بدون اینکه به صاحبش برگرداند مقدار زکاتش را جدا کرد، این مقدار زکات شمرده نمی شود،
بلکه گناه متباقی مالی که در دستش است بر وی بوده تا زمانی که به صاحبش بر نگرداند، اگر او را بشناسد و یا اینکه صدقه کند در حالت مأیوس شدن از شناسایی صاحبش، وگرنه از ذمه‌اش براءت حاصل نمی کند.